چطور میتونیم یک رشته رو به صورت مالتی لاین در زبان YAML تعریف کنیم و در نهایت چجوری میتونیم یک متغیر دیفالت داشته باشیم. سلام، به DevOps Engineering Academy خوش اومدیم. من فراز هستم، با یک ویدیو دیگه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. دوستان عزیز، این ویدیو آخرین ویدیو از این کورس هستش و از این به بعد هر مطلب جدیدی که بخواد ارائه بشه توی این زمینه توی قسمت آپدیت های کورس گذاشته میشه. خب بریم با هم و ببینیم. فرض کنیم ما توی جیسونمون، یعنی در واقع قبلا بهتون گفتم ما هر چی که فایل YAML داریم وقتی که تو بستر اینترنت فرستاده میشه در نهایت اون چیزی که گرفته میشه جیسون خواهد بود. فرض کنیم ما همچین ساختاری رو میخوایم بگیریم. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب شما فرض کنید میدونین که ساختارتون به این صورت خواهد بود و میخواین چه میدونم مثلا اسپلیتش کنین این رشته مسیج رو نسبت به >n و خب نتیجه این اسپلیت میشه یک آرایه دو مثلا حرفی هلو و ویلکام و اینجوری میتونین در واقع دسترسی داشته باشین به حالا اون مسیجتون، یعنی دسترسی بهتری داشته باشین. خب حالا این یه مثال ساده بود که من زدم. اصلا هر دلیل دیگه‌ای که داشته باشه شما باید ساختار در واقع مالتیپل لاینز رو توی YAML بدونید که وقتی با رشته دارین کار میکنید بدونید که در واقع چی کار دارین انجام میدید. از علامت پایپ استفاده میشه. بریم و در واقع با هم دیگه این رو ببینیم. من یه پایپ میذارم اینجا و یه نکته‌ای که داره، ببین من الان اینجا یک فاصله میدم چون یک فاصله رو که باید بدیم دیگه وگرنه خطا میده. و نکته‌ای که داره ببینید هلو هر لاین جدیدی که بیرون >n رو خودش میذاره اینجا، باز دوباره ویلکام >n how are you. حالا فرض کنید من میخوام بگم که پایپ 2 اولا که خطا میده. حالا این دو منظورش چیه؟ منظورش اینه که دوتای اول در واقع کاراکتر رو در لحاظ نکن، از سومی به بعد به عنوان کاراکتر لاین حساب کن. یعنی من باید یه فاصله دیگه اینجا بدم، یه فاصله دیگه و یک فاصله دیگه و ببین درست شد و این دوباره مثل حالت قبل شد. حالا اگر من بخوام هلو رو با این کوتیشن یک فاصله در واقع براش ایجاد کنم، کافی اینجا یک فاصله بدم و این به این صورت در واقع به وجود میاد. پس اینم از در واقع کاراکتر پایپ. حالا فرض کنم من هلو ویلکام رو به این صورت میخوام، یا اصلا >n نمیخوام، یعنی به صورت در واقع هم مالتی لاین میخوام توی YAML نوشته بشه ولی اون چیزی که میخوام بگیرم بدون >n باشه. این به چه صورت هست؟ یه ساختاری هست بهش میگم فولدد، این علامت بزرگتره. این رو به این صورت که بنویسین در واقع خروجی به این صورت خواهد شد. بریم و با هم این رو ببینیم. علامت بزرگتر رو من اینجا میذارم و اینجا میبینین در واقع hello welcome how are you. مثلا اینجا میتونین یک کامو بذارین که در واقع اینها از هم جدا بشن. حالا خطایی که میده به خاطر این فاصله است که اینجا در واقع بود. گفتم که فاصله خیلی مهم هستن. حالا اگر من برم لاین بعدی و هیچ چیزی ننویسم، اون >n آخری رو خودش اتوماتیک مینویسه. این در واقع >n انتهای در واقع در صورتی که شما یک لاین خالی ایجاد کنید. این هم ساختار فولدد. حالا شما آخرین مطلب این ویدیو مربوط میشه به دیفالت پورت. فرض کنید میخواین یه پورتی دارین که اون پورت مثلا یه برنامه مثلا ساختار بزرگ توی YAML ایجاد کردین که مثلا 20 جا حداقل از اون پورت استفاده شده. بعد حالا به هر دلیل اون پورت از 80 میشه 81. فکر کنید باید برین همه اون جاهایی که از پورت استفاده کردین رو برین یکی یکی دستی مثلا تغییر بدین. خب این جالب نیستش دیگه. تو همچین مواقع از ساختار دیفالت توی YAML استفاده میشه. حالا به چه صورت؟ به این صورت که از کسایی که سی کار کرده باشن با پوینترها اند و استار رو توی پوینترها اونجا در واقع اینجا الان درک میکنن. در واقع مثل اینه که شما یک پوینتر دارین ایجاد میکنین، میگین این دیفالت پورت تعریفش میکنین به این صورت، عدد 80 عددی که به صورت دیفالت رو میخواین بهش میدین، بعد هر جا که میخواین نیازش دارین به این صورت صداش میزنین، میگین استار دیفالت پورت. ببین دیگه این دیفالت پورت در واقع این کلیده، اون کلیدیه که در واقع ترجمه میشه به زبان در واقع جیسانش
و این دیفالت پورت که اینجا نوشته میشه اون در واقع پوینتریه که شما هر جایی که تو یم نیاز داشته باشه اون رو صدا میزنید و معادل این میشه 80 که اینجا میبینید. مرسی که با من همراه بودین توی این کورس فوق‌العاده. شما رو تا کورس زیبای بعدی بدرود میفرستم.